یه قیمه رو 3 نفر درست میکنن با مواد یکسان ولی 3 تا طعم مختلف میده. دلیل این قضیه چیه؟ خانم سمین نصرت که آشپز بین المللی هستن، یه کتاب نوشتن به نام نمک، چربی، اسید، حرارت و این کتابو آیه بندری خلاصه گویی کردن. تو این کتاب یه توضیح میده که بعضی از غذاها واقعا فرق میکنه که نمک رو اول اضافه بکنی یا آخر یا وسط، روغن رو کی دماشو ببری بالا. و امروز میخوایم آزمایش انجام بدیم. سلام به رفیقای گلم، امیدوارم خوب باشید. یه کاری هستش که برای همه آشپزا سوال میشه به طور روزمره، ولی معمولا وقت نمیکنن به این سوال جواب بدن و بعد هم تست شاید نکنن. اونم دقیقا همینه که آقا نمک رو اول بزنم یا وسط بزنم یا آخر بزنم، اصلا براینش کنم، رابش کنم، چیکار کنم؟ یا در رابطه با روغن رو بهتره که توی مایتابه بریزیم یا روی خود اون متریالمون، مثلا روی مرغمون ماساژ بدیم و بعد مرغ رو بخوابونیم توی مایتابه. یا اینکه حرارتی که میخوایم باهاش مرغ رو مثلا تفت بدیم بالا باشه، پایین باشه، اول بالا باشه، وسط پایین باشه، همه اینا. امروز میخوایم این آزمایشو بکنیم، هم با مرغ هم با تخم مرغ. چجوری؟ ما 2 تا سینه مرغ داریم. رون مرغ داریم، عذر میخوام. 2 تا رون مرغ خسگیری شده داریم. یکیشو همین الان بهش نمک و فلفل و روغن با وزن مشابه میزنیم و بعد اون یکی رو حین تفت بهش این کارو میکنیم. میبینیم کدوم خوشمزه تر شده، کدوم اپیلینگ تره، هم ظاهرش هم طعمش. با تخم مرغ هم دقیقا همین کارو میکنیم. یعنی یک تخم مرغ رو میشکنیم توی مایتابه، روغن رو قبلش اضافه کردیم، البته نمک و فلفل یکسان میزنیم، میاریمش بیرون. یه دونه دیگر رو وقتی آوردیم بیرون بهش نمک و فلفل میزنیم با حرارت یکسان، با گرم مشخص روغن و نمک و فلفل که با ترازو اندازه‌گیری کردیم. بریم ببینیم. نزدیک 5 دقیقه است که ما دمای گازمون گذاشتیم روی 280. مایتابه هم روی گاز بوده، داغ. روغن یکسان داریم. روغنمو میریزم توی مایتابه. پخشش میکنم. تخم مرغمو شکوندم. حالا نمک یکسان. الان نمک رو اضافه میکنم. فلفلمو اضافه میکنم. میذارم برای خودش. تایمم دارم میگیرم. تایم شده 3 دقیقه روی 280. من گازمو خاموش کردم. به نظر من این آماده است. تخم مرغ رانیه، زیرش کریسپیه. حالا اینو سعی میکنم جداش کنم. 5 دقیقه روی 280 درجه مایتابه‌مون گرم شد. دوباره همون میزان روغن ریختیم. تخم مرغ رو توش میشکنیم. قبلش تایمو شروع میکنم برای 3 دقیقه. 3 دقیقه دیگه میام پیشتون. خب ما اینم بهتون میگم که قبل از اینکه این تست رو انجام بدیم مرغ رو گذاشتیم داره تو مرینیت استراحت میکنه، تو اون رابه استراحت میکنه. 2 تا تخم مرغ داشتیم، جفتش 280 درجه، جفتش 3 دقیقه. به این اول نمک و فلفل یعنی تو مایتابه شکوندیم اضافه کردیم. به این وقتی گذاشتیمش روی تخته اضافه کردیم. همونطور که میبینید این یه مقدار ظاهرش خسته تر شده، یعنی این فلفل سیاه انگار با روغن یه ذره واکنش نشون داده. به لحاظ رانی بودن جفتشون یه میزان رانی هن، ولی خب ظاهر این به نظر من یه ذره خسته تره. من با اجازهتون شروع میکنم. از وسطش میرم این تیکه‌ای که فلفل و اینا زیاد داره رو برمیدارم.
این طعم فلفل رو درست حس می‌کردی، یعنی فلفل زنده بود، جون داشت، شخصیت داشت، ولی نمکش خیلی معمولی میومد. حالا نمیتونم بگم مثلا حالت خاصی داشت. میریم سراغ این یکی. درستش در این حدی که حتی این چاقو رو هم الان عوض میکردم. میریم سراغ این یکی. بسم الله الرحمن الرحیم. این طعمش بهتره. طعم نمک توشه، یعنی احساس شوری نمی‌کنی، احساس می‌کنی نمک زیاده. طعم فلفلو کمتر حسش می‌کنی، ولی بازم اونجوری پوتنت نیست که تو چشت بزنی. این مثل این بود که مثلا یه پیرن قرمز رو به کچلوار قهوه‌ای ست کردی، ولی این یه جوری طعم همه کنار هم ست شده بود. نتیجه موقعی که انداختی تو مایتابه همون موقع نمک و فلفلو بزنید، طعما به هم نزدیکتر میشه، چیزی تو شش نمیزنه. به نظر من این خوشمزه تره. ظاهرش بدتر بود، طعمش بهتر. بریم سراغ مرغ. الان شد دقیقاً 3 دقیقه که مایتابه ما داره 280 داغ میشه. بریم سراغ مرغ. اول با اون مرغی شروع میکنیم که مرینیت شده. من اینو به رو اول میخوابونم کف مایتابه. یه دقیقه و 30 ثانیه گذشت. من اینو برش میگردونم به جهت مقابل. دوباره این کار رو خواهم کرد. 15 دقیقه و 27 28 29 30. ما این رون مرغ آبدارمون رو برداشتیم. نمیدونم متوجه میشید، از این تکونه باید متوجه بشید که این هنوز آب داره. بریم برای مرغ ساده. 3 دقیقه شدش که مایتابه ما روی 280 داغ شد. این دفعه روغن رو میریزیم، مرغ رو میذاریم توش، نمک و فلفل رو بهش اضافه میکنیم. خیلی جالبه که وقتی تو مایتابه میریزیم میفهمی چقدر روغن زده بودی به مرغه. یعنی اینقدر روغن رو به خودش جذب کرده بود. پونزده دقیقه و 30 ثانیه شد. ما اینو عرضم به حضورتون که روغناشو اول یه ذره میگیریم. میبینید چقدر جالبه، وقتی به خودش زدیم انقدر روغن نداده بود تش. الان نگاه کنید این چقدر گریسی تر، چقدر چرب تر به نظر میاد نسبت به این. اینو روغن رو به خودش زده بودیم، اینو روغن رو ریختیم تو مایتابه. دو تا رون مرغ تو نمک و فلفل یکسان، یکیشو گذاشتیم اول درای راب کردیم، روغن رو زدیم بهش، اون یکیو نه گذاشتیم توی روغن، نمک و فلفل بعد ریختیم روش، درست کردیم. هر کدومو 15 دقیقه و 30 ثانیه. نگاه بکنید تقریبا یکی ان. یه ذره توی این مثلا اینجا یه مقدار مشخص سوختگی، این سوختگی هم ادویه است هم روغنه، ولی توی این یکی این قضیه خیلی کمتره. این قضیه اونقدری پیش نیومده که توی این پیش اومده. این یعنی که نمک و فلفل به خورد این رفته، یعنی فرصت کرده نمک و فلفل به خوردش، ولی توی این یکی نرفته. حالا سفتی به نظر من روی این کریسپی تره، روی اینی که درای راب شده بود اول. ببین سمت راستی من درای راب و فلانه، سمت چپی من اونی که توی مایتابه کارش کردیم. این یکی بهتر پخته، این یکی یه مقدار به نظرم آبدارتره. من با کدوم شروع کنم؟ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. با اینی شروع میکنم که اول درای راب بوده. خب بذار اینو اینوریش کنم، یک کات از وسط بزنم، یک کراس سکشنی داشته باشیم که میزان
آبدار بودنش معلوم بشه. ببینید الان نمیدونم متوجه میشید یا نه، این یه مرغ آبداری محسوب میشه. خب مرغ خشکی نیست. ولی من حالا همین تیکه رو میزنم. بسم الله الرحمن الرحیم. کاملا آبداره. روش حالت کریسپی رو حس میکنید. نمک و فلفل همونطور که گفتم رفته توی بافت. اصلا مزه زخم مرغ رو حس نمیکنید. بذارید بوشم ببینم. بو شبیه بوی مرغ توی فره تا مثلا مرغ تفت داده شده. از یه ذره از این قسمتش هم که از داخل کمتر نمک داره بخورم. یه مرغ پرطعمه بدون مزه زخم. اصلا مزه زخم نداره. طعم فلفلش زیره یه مقدار. یه کوچولو مزه سوختگی میده. یه خیلی خیلی کم. میریم سراغ این یکی. این دوستان رو گذاشتیم کنار. اول بریم اینو ببریم ببینیم توی این چه شکلیه. خب توی این خشکتره. خیلی نکته جالبی این قضیه. ببین اینی که درای راب نشده مرغش خشکتره. میبینید این بافتا راحت تر پاره میشه. این ورش هم ببینم. بله خیلی جالبه. این اصلا به ذهن من نمی اومد که این ممکنه خشکتر بشه، ولی خشکتره. خب حالا یه مقدار از خودش بخورم. این برنده است. جالبه. ببینید این دقیقاً شما روی کوتینگش نمک و فلفل رو حس میکنید. داخلش طعم خود مرغ رو خیلی کامل و دقیق میده. این نه، این کلا شما نمک و فلفل و مرغ رو با هم حس میکنید. این مثل اینکه داره استیک میخوری. یعنی واقعا این کار به استیک نزدیکتره تا این یکی کار. به نظر من برنده اینه. برای بزرگترها، برای اون کسایی که دوست دارن همه چیز طعم خودشونو بده. برای بچه‌هاتون که اگه بعد غذا میتونید این روش رو بدید. نه اول نمک و فلفل بزنید بعد تفت بدید. این برای بزرگترها به نظر من خیلی با کلاس‌تره، خیلی خوشمزه‌تره. کنارش میتونید سس‌های خاص سرو بکنید، ولی با این نمیشه چون این کلش یه طعم داره. نمیدونم متوجه ارزم میشید یا نه. این کارو بکنید با سیب زمینی، با برنج، با نون، با خیلی کارا میشه، با خیلی چیزا میشه این کارو کرد. یعنی فکر بکنید میبینید که فقط ادویه نیست اون متغیر خاص ما، حرارت هست، خیلی چیزای دیگه هست. تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید. همه جا ما رو لایک و سابسکرایب و فالو و همه چی انتقاد پیشنهاد بکنید. هیچ چیز غذای خونه نمیشه. این آزمایش‌ها رو خونتون انجام بدید. تا قسمت بعدی فعلا.